یه بار دیگه بگو چی شده؟ مامان تو حواست نبود. بمیرم برای صدات. خب یادت رفت؟ شب خب تو تلفن حرف زدی، من رفتم آب یخچال خوردم. راست میگی، نباید بخوری، خوردم. برای گلوت بده. جونم اون نیست، اون برای سرماخوردگیه. تو مگه الان چته؟ اونایی که میپرسیدن چجوری عسل رو تو شلغم میریزی، من یه ذره شلغم رو خالی میکنم، یه کوچولو عسل خیلی خوب البته توش میریزم، بعد خامم هست درشو میبندم میذارم تو پلاستیک، میذارم یه جای تقریبا گرم. بعد یه مدت، یعنی بعد حدود 24 ساعت، یه آبی از شلغم قاطی این عسله میشه، در میاد میریزه توی مشما. الان یه ذره در اومده، مال یه ساعت پیشه. آب از شلغم میکشه بیرون، به خاطر همین خیلی میگن آنتی بیوتیک خوبی. بچه‌ها اتاق گندم تقریبا تموم شد، البته تقریبا، چون که الان هم لوسترش مونده، هم پردهش مونده، هم یه سری اینجا باکس ماکساش مونده و اکسسوریاش. البته اکسسوری اصلیمون اینجاست. کلا نقره حالت دیگه جز این نداره. میگین از با مزه بازی نقره بذار، نقره فقط همین حالت رو داره. یا عاشق پشت پنجره یا همینه. خودو اینم تو اسباب کشی پیدا کردم. قیافشون نه چتریاش اینجا هم بوده ها. چتریایی همیشه در صحنه. این چیه دستت الان داری میذاری ماما؟ این چیه گذاشتی بگو؟ چیکار کنم؟ عین خودت برام بذار. تو آخه موژه خودت خیلی خوشگله ماما. بذار. الان یه ذرم ریمل زدی؟ آره بذار. نگاه کن با این حد و هیکلش. حد و هیکلش؟ چیکار کردم بگی گندم؟ چیکار کرده با حد و هیکلش؟ کمم کرده کوچیک‌تر شده. یه بار دیگه چیا میخوای؟ جگر پیچ. جگر پیچ و دلو؟ نه جگر پیچ و جگر. دیگه جگر رو؟ خود جگر رو. و روده گوسفند. روده گوسفند. روده گوی. بابایی. روده بابایی. خوشگوشت یعنی؟ آره خوشگوشتم میخوای.